سلام، به کانال بیوگرافیکد خوش اومدید. امروز میپردازیم به پارت 2 بیوگرافی بازیگران سریال تازه عروس. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. و اگر پارت اول رو ندیدید روی لینک بالا کلیک کنید و اون رو ببینید. و اگر میخواید بیوگرافی شخص خاصی رو بدونید توی کامنت ها بهم بگید. بریم سراغ ویدیوی امروز. زینب در نقش عایشه. متولد 3 مارس 1980 بازیگره. فارغ التحصیل رشته بازیگری هستش که از 25 سالگی بازیگری رو با سریال بعد پنجم آغاز کرده و با سریال فصل گیلاس در نقش نجیمه به شهرت رسید. در سال 2004 با کریستیان کان ازدواج کرد و بعد از 11 سال از او طلاق گرفت و همکنون صاحب یک فرزند به نام اما است. علاوه بر حرفه بازیگری در حرفه صداپیشگی هم نیز فعالیت میکنه و همچنین در فیلم‌های تجاری مختلف هم ظاهر شده و حالا در اسامی بازیگران سریال تازه عروس هم حضور داره. بولچین در نقش مسلم. متولد 31 می 1970 در استانبول ترکیه بازیگر و موسیقیدان هست. فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه بوده و ابتدا در زمینه تبلیغات و موسیقی فعالیت داشته و بازیگری رو از 32 سالگی با فیلم بدون خطر آغاز کرده. سال 2009 با زینب الچین ازدواج کرد ولی بعد از 2 سال از او جدا شد و سپس سال 2013 دوباره ازدواج کرد و سال 2022 از همسرش جدا شد. اسین در نقش ترکمن. متولد ژانویه 1977 در آنکارا بازیگره. فارغ التحصیل تئاتر از دانشگاه بوده که از 27 سالگی بازیگری رو با سریال طرف اروپایی آغاز کرد و با سریال زندگی گاهی اوقات شیرین است در نقش زهرا دیده شد. اون از انجام عمل جراحی برای لاغری امتناع کرد و توانست با ورزش و رژیم غذایی در عرض 3 سال 60 کیلوگرم وزن کم کنه. مهمت امید در نقش کرکوت. متولد 28 ژانویه 1954 در آنکارای ترکیه بازیگر بود و در 19 مارس 2019 از دنیا رفت. فارغ التحصیل رشته بازیگری بوده که از 31 سالگی بازیگری رو با فیلم جاده بی امان آغاز کرد و با سریال تاکسی گل به شهرت رسید. اون با اسین ازدواج کرده بود و در 19 مارس 2019 پس از عمل جراحی دریچه قلب در بخش مراقبت‌های ویژه درگذشت. بهار سوئر در نقش نازگل. متولد 13 فوریه 1989 در آنکارا بازیگر. فارغ التحصیل رشته با زبان و تاریخ و جغرافیا از دانشگاه آنکارا بوده که از 24 سالگی بازیگری رو با سریال اروپا آغاز کرد و با سریال تازه عروس در نقش نازگل دیده شد. خلیل ابراهیم در نقش باران. متولد 13 نوامبر 1990 در آدانای ترکیه بازیگره. فارغ التحصیل رشته بازیگری از دانشگاه چوکوراوا بوده که بازیگری رو با حضور در تئاتر و نمایش‌ها آغاز کرده و با سریال عروس نو یا همون تازه عروس در نقش باران به شهرت رسید. اون علاوه بر بازیگری در زمینه موسیقی هم فعالیت میکنه. ایپک در نقش الماس. متولد 7 سپتامبر 1985 در آنتالیای ترکیه بازیگره. فارغ التحصیل رشته بازیگری از دانشگاه بوده که از 22 سالگی بازیگری رو آغاز کرده و با سریال درخت زندگی در نقش پلین به شهرت رسید. اون علاوه بر بازیگری در زمینه تبلیغات نیز فعالیت داره. تویگا آوان اوغلو در نقش اسکندر. متولد 19 ژانویه 1979 در ازمیر ترکیه بازیگره. فارغ التحصیل بازیگری از مؤسسه هنری بوده که از 32 سالگی بازیگری رو با سریال برادران دشمن آغاز کرد و با سریال ستاره شمالی شناخته شد. اون در گذشته به عنوان بازیکن ملی پوش بسکتبال نیز بازی کرده و در سال 2019 با شیوان بهروزفر ازدواج کرد و صاحب یک فرزند به نام دیپ شد. اجه ایرسم در نقش آفت. متولد 5 ژانویه 1991 در سیواس ترکیه به دنیا اومده.
اون بازیگره و در سریال تازه عروس در نقش آفت به شهرت رسید. شیلان ماکان در نقش دیلان متولد 26 می 1993 در استانبول ترکیه به دنیا اومده. اون یک بازیگره که در فیلم تازه عروس در نقش دیلان بازی کرده و به شهرت رسیده. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر میخواید بیوگرافی شخص خاصی رو بدونید توی کامنت ها بهم بگید. ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی بهم کمک میکنه و باعث میشه ویدیوهای بهتر و بیشتر بسازم.